هنوزم کیک درست میکنی ولی کیکات خوب پف نمیکنه و نرم و پنبه‌ای نمیشه؟ اگه اصول پخت کیک رو بلد باشی و از یه دستور خوب استفاده کنی، تو هم میتونی مثل من یه ساعته با ساده ترین مواد اولیه یه کیک پنبه‌ای و خوشبافت واسه عصرونه یا دور همی درست کنی. با من همراه باش تا از 0 تا 100 رو بهت یاد بدم. ابتدا آرد و بیکینگ پودر رو مخلوط و چند بار الک میکنیم و کنار میذاریم. زرده های تخم مرغ کامل، شکر و وانیلو با همزن میزنیم تا کرمی و کشدار شه. شیر ولرم و آب جوش هم اضافه و یکم با همزن میزنیم. نشاسته ذرت و گلاب رو با هم مخلوط میکنیم، بعد اونا به موادمون اضافه کرده و روغن مایه هم میریزیم و در حد مخلوط شدن با همزن میزنیم. آرد و بیکینگ پودر رو کم کم و با استفاده از الک اضافه و با لیستک کاملا مخلوط میکنیم. سفیده های تخم مرغ رو یکم با همزن میزنیم تا حجم بگیره، بعد شکر رو کم کم بهش اضافه میکنیم و به هم زدن ادامه میدیم تا سفیده فرم بگیره و سفت و ابری شه. سفیده فرم گرفته رو کم کم به موادمون اضافه کرده و با لیستک آروم و دورانی هم میزنیم تا یک سطح شه. قالب میان تهی رو با روغن جدا کننده چرب کرده، موادمون رو داخل قالب میریزیم و در فر با دمای 180 درجه به مدت تقریبی 1 ساعت میذاریم تا بپزه.